طبق درخواست‌های بسیار زیاد شما دوستان عزیز بالاخره فرصت شد کاملا ناشناس برم به شاید جنجالی ترین رستوران استان گیلان. این ویدیو خلاصه تجربه‌ام از این رستورانه. رفتم به رشت، بلوار نامجو، روبروی ورزشگاه عضدی، کباب مهدی. در یک روز وسط هفته سالن پایین کامل پر بود. رفتیم به سالن بالا. ویترین طلای سرخ و مخلفات و همچنین منقل بزرگشون توجه رو جلب میکرد. آیتم های داخل منو قیمت مناسبی داشتن. توصیه میکنم شات بگیرید و مطالعه کنید. روی تمام میزها این متن نوشته شده بود که نظرمو تو کپشن در موردش میگم. هزینه غذا همون لحظه که سفارش دادیم پرداخت شد و فاکتور به شکلی که میبینید بدون جزئیات در اختیارمون قرار گرفت. مخلفات خیلی سریع اومد روی میز. کیفیت ماست و دلار خیلی عالی و سایر مخلفات هم کیفیت قابل قبولی داشتن. زمان آماده سازی غذای اصلی هم انصافاً منطقی بود. سفارش هامون برنج، ظرف چربی و پیاز گوجه و چند مدل از مطرح ترین کباب ها بود که به این شکل که میبینید داخل دیس سرو شد. این کاسه چربی کنار کباب به نوعی جایگزین کر است. زیاده روی در مصرفش توصیه نمیشه. و اما اون چیزی که بی‌صبرانه منتظرش بودیم غذاهای اصلی، کباب شیشلی، کباب دوش، کباب ترش و کباب کوبیده. کاملا صادقانه و منصفانه و با حسن نیت. شرایط طوری بود که شما رو با ویدیو تنها میگذارم و نظرم رو اون هم خیلی خلاصه و تیتروار داخل کپشن می‌نویسم.